اما با نزدیک شدنش در فاصله 9 متری آنها چیزی دیگر او را در ردیابی کمک می‌کند. او به وسیله خطوط جانبی بدنش به طرز شگفت انگیزی آنها را حس می‌کند. خطوط جانبی در دو طرف کوسه از پوزه تا دم کشیده شده و بدنش را مبدل به یک دستگاه لرزه‌نگار بسیار حساس کرده است. کانال‌های پر از مایع داخل سیستم خطوط جانبی او مانند یک رشته حسگر عمل کرده و قادرند تغییرات فشار ناشی از خفیفترین ارتعاشات را در آب شناسایی کنند. لرزه‌هایی به کوچکی 0.03 میلیمتر بر پوست او اثر می‌گذارد. یعنی چیزی نازک‌تر از سبیل یک فوک. وقتی فوک تو آب شنا میکنه، مولکول هایی که در یه فاصله خاص در آب حرکت میکنن و جابجا میکنه، چیزی که ما بهش میگیم میدان صوتی. و کوسه هم با استفاده از خطوط جانبیش این لرزه های آب رو شناسایی میکنه. حالا این خطوط از پوزه کوسه شروع میشه، از دهنش عبور میکنه و از دو طرف بدنش کشیده میشه میره تا برسه به دمش. پس کوسه از اونا برای شناسایی لرزه های اطراف بدنش استفاده میکنه. فرض کنید شما توی اتاق آروم هستید و یکی شما رو لمس میکنه و شما حرکت موی دستتون رو به یه سمت حس میکنید. خب این یعنی میفهمید یه چیزی کنارتون تکون خورده. خطوط جانبی کوسه هم همین اطلاعاتو بهش میده.